سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز اومدیم با ممل قوتشولو مسابقه لبخونی با کاغذهای نوشته شده توسط داشتم امیر خفن. نمیدونید چیا نوشته چی نوشته هیچ اطلاعی هم از اینا نداریم. اینجوری هم میزنیم بعد هندزفری و چیز هدفون رو میذاره تو گوشش هر کی که نوبتشه و اون یکی باید بهش بفهمونه که چی داره میگه دیگه. انتخاب تو این شده کاغذ نیست، چی نوشته، یعنی رندوم. اصلا نمیدونیم چی تو اینه. آقا کاغذ کلا هم میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آره سبحان الله الحمدلله. خب کی شروع کنه؟ خب خواهی اول من هست جریمه بذاریم براش. جریمه بذاریم براش. حالا فعلا من میذارم اول هدفونو، تو یه دونه بردار به من بفهم. بایسته آهنگو بذارم صدا آخر. اوکی هیچی نمیشم. اومده ای؟ میشنوی چیزی؟ یوتیوبر دوبله نه یوتیوبر گربه روزبه یوتیوبر واقعا نمیدونم چی میگه. یوتیوبر روزبه یوتیوبر یوتیوبر باخت. امتیازش از دست داده دیگه 50 بار. چی بود؟ یوتیوبر. واو نه یوتیوبر. ولی واقعا هیچی نمیشه. واقعا هیچی نمیشیدم. خب نوبت منه. اصلا یه امتیاز شما عقبی. 5 تا بپرس، نه 5 تا بگو، نتونستم بگم امتیازش کنسل. 5 بار فرصت داری دیگه. آره خب وایسا آهنگو بذارم. چی نمیشه الان؟ هیچی نمیشنم. میدونم من الان چجوری به این بگم؟ چیه؟ خب ادا در لب خون. سردرد. سردرد. 3 بار تا الان گفتیم. سر اولیشه دیگه. خب سرد درد سرزنش سرسخت. خیر رو نمیدونستم چجوری بفهمم. یزید تاری نشون بده بهشون دیگه ببینم. والله خدا این که یوتیوبر هست. سرسخت خیلی خوب بود. خب برو بعدی. وایسا چه وضعشه؟ خیلی سخته. عجبا اینا چیا؟ اینا رو اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. گرفتاری من از دست امیر. خب الان تو باید برداری به من بگی. آقا من شروعه. وایسا تو میگه من برج بطری برج ایفل
برج ایفل. ایفل. یکی من افتادم جلوش. ماشاءالله. چی؟ اینجا امتیاز میشه. دیگه هم میکردی میفهمیدم. نه فقط لبخونیه. آره پانتومین نداریم. ادایی نیست. آره نشون دادی؟ آره نشون اول نشون دادی. بیا داداش. نه دیگه بذار یه جا که آره دیگه اینا سوخته‌ها رو بدونیم. آره آها برج ایفل یه دونه داشتلی درست گفته. ولی سخته. خیلی سخته. وقتی هدفون میاد تو یه آهنگی که مثلا میذاری فکرت میره تو آهنگه بعد اصلا هدفون میاد تو گوش چون داره میخونه اصلا فکرت میره یه جا دیگه بعد اصلا متوجه نمیشی چی میگه. خب برو بریم. Let's go. دو تا اومد. آهنگ پلیه یا نه هنوز؟ نه هنوز. به دوربین نشون بده بعد خودت باز. من نبینم. چشاتو ببند کثافت. نشون دوربین. خب چیه؟ اینو من الان چجوری بگیم؟ واقعا الان من اینو چجوری به این بگم؟ یا بلفج لاستیک لاس خب لاس وگاس باریکلا یواش باریکلا تونستم یکیه خیلی تونستم بابا من سلطانم بابا تو این داستانا سلاطین درجه یک نکشی موزومای Hayes padarim borgam fantank خب واسه آهنگ بذارم بریم برای بعدی آهنگ پلی بایسا به نظرتون شانس کثیفش چی وقتش ساخته این سری این باز نسبتاً آسونه نسبت به بقیه‌شون نبی دیدم به پر کن بانک همین؟ آره آسون بود گفتم آسون بانک رو میگی البته میتونم یه جوری بگم نتونی بگی یا این هم هست نه دیگه بالاخره نه چرا بانک آفرین ولی خاک بود نوکرم من مطلقم نوکرتم این مال منه این مال توه به خدا نوکرتم تو میتونی داش من تو میتونی آره بذار تو گوشت بذار تو گوشت و لذت ببر برو بگیم سیدی داشت داره میاد بیرون وای خدا یو الفاس این چی آخه چرا عدد آخه 60 68 68 امیر پارتی بازی کرده اصلا یه چیزه آره حاجی امیر پارتی بازی کرده این مال تو شد آره. دو بسم الله الرحمن الرحیم خب بریم برای بعدی اوه ما چیزی بگیم ساعت آره شنی آره آفرین خودم باورم نمیشه مخمون رو افتاده نسبت به ویدیو قبل خدایی ما پیشرفت کرده حالا چالش ادامه بده ما واقعا اصلا نتونستیم زیادم جواب بدیم ولی خب بازم داشتون سلاطین اول شد و علی خاکو رو ببینیم سی گذاشت قاتل آقا چیکار میکنی؟
مثل چاقو تیزی خطرناک قابلمه قاتل باری کلا توانستی قوتیل مملکت میتوانی خب قاتل سه. قاتل سه رقابت تنگه خیلی تنگه آره داریم مو به مو مسابقه ای آره بله این خوراکشه این اصلا این داستان رو خیلی دوست داره فوتبال این راحت بود تانتان گفتم نتیره بگه گفت آهنگه چه باحال شد اون خب 4 3 داداش بالاخره مونده حالا باسا بابا باسا تو باید بکنی 3 تو 4 گوشه 5 6 تا دیگه مونده بابا بکن تو سرمو گوشت بابا این بدت داستانا به من بیاد. نمیخوره بابا من جنگی دعوایی واقعا احسان بزن بلش واقعا اصلا قاتل یا بکاره نه ببخشید دادگاه اشتباه دادگاه فکرم با اون قبلیش بود چی میگی تو؟ خودت چی میگی تو؟ گاز تار کار داغ داغی داغ داره داغ نداره داداره داره داده داور داده شبی کسافت داده داده گاه دادیار دادگاه داری کله خب دادیار همه دیگه دادگاه با دادیار میخوره خطایی باری تقانه کله سخت بود کله سخت بود خدایش نمیشه اصلا آره. مونده بودم یه دونه به تو 4 یه دونه باخت رقابت بودی. خیلی تنگه بریم مال بعدی پله هرچی آسونه میفته به اینا توم بهش بگیم توم بگیم نفهم سینما سپاه سینما سبار چی می؟ سینما شبا سپاه سینما سینما میبینم که رقابت خیلی تنگه چسبیدیم در همه خدا ازت نگذاره بیا خدایش اصلا یه چیزایی نمیشه عجیب اصلا من نمیخوره اینجوری هم قافیه که هیچی هم محل هم نیستن جمله آقا خب راحت فکر کنم آس اینم میچسبه دیگه اصلا نمیشنوی شارژ آس تایپ تاپ آس تاخ سه تاس
هانستی هاس نه هاس باریکلا هانه خیلی تنگه. برادر تتلو یه ذرم البته لابلا پارتی بازی هم داریم میکنیم ما زیاد بیشتر از 3-4 داریم می‌بینیم. آره بسم الله ربی تو بالای آهنگو پلی میکنیم. میتونی خب 10 تا نوشته 6 تا نوشته چند تو شد 4 5 چه میگی؟ 6 میگم چند تا شد کلا 4 حالا آخرش حساب میکنیم. 11 کله پاچه کله پاچه آفرین یا خدایش قشنگ بود. خدایش خوب گفت قشنگ جفتی باریکلا 3 تا دونه مونده 3 تا دونه مونده این 3 تا همه ریز سخته می‌ذاریمش اینجا. من ندارم اینه بذار گوش بده. اوی پاره نشه اتفاق. بزنیم دنیا دست اینجا کیه؟ بلایی بود دنیا دست خوب چیزیه مثل این که فکر میکنم بگی خودش مرسدس بنز چی؟ نمیتونی بگی خودش مرسدس پسر مرسدس بنز بنز مرسدس بنز بنز من مرسدس بنز بنز من بنز دومیشه دومین کلمه است مهندس مرسدس بنز مرسدس بنز باریکلا آفرین برکل خیلی تنگی دوتای آخره خدایش مرسدس بنز سخت بود مرسدس. فهمیدنش خدایش منم میگه بنز من آره چیز؟ بپرسیم میگم میخوای غلطا رو بکنیم 2 تا دیگه 2 تا بیشتر 3 تا 3 تا 3 تا جا داره جای خطا داریم خطا کنه بعد چون 2 تای آخره کاملا محرمانه هیتر اینتر هیتر هیتر برین نوکرت هیتر سخت بود خدایش اینتر چون خودش اینتریه گفتم حتما اینتر رو نوشته هیتر آره هیتر اینتر شبیه همه بذار هندز هدفون را گل پسر کاغذ آخره کاغذ مادره آمازون آمازون آباژور خیلی نزدیک و خدایی آمازون آبا آ ما با دا داری تمام میشه ها داره تمام میشه ها آخریشه یه بار آروم آروم بگو دوباره آروم میگی آمازون ما زون آماتور باختی در شلی برد آمازون زر خب چیکار کنم الان من زر میگن خب آقا آقا زر نمیگن ره میگن ز اون فهم خونده جلوی ای دیدی تو اون شرایط فهم خونده آره خب آقا این اومد اینجا خب تو بردی دیگه آره دیگه من بردم با فاصله یه دونه ولی خب اگه آمازون به من میافتاد باخته بودی من خیلی قویم آره من شانس خیلی قویم دستتو بردار شانس چیه من خیلی قویم دستتو بردار من اصلا با دایی صحبتی ندارم اینجا ببر
آقا دمتون گرم وقت میذارید نگاه میکنید. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعد لایک، کامنت، سابسکرایب، حمایت میکنیم. خدا نگهدار شما بباشد. خداحافظ.